نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دعوت میکنم از دوست عزیزشون جناب آقای افشین علا، صدای آشنا و شاعر صاحب آوازه روزگارم، با نام و یاد امام راحل و طول ارادت به عرض مقام عظما، شعری رو تقدیم میکنم در رسای امام راحل. یک روز امام بی مروت با گریه و آه و اشک بسیار، صبحانه نخورده رفت کنجی تا صبح نشسته بود بیدار. گفتا که شبانه زهر خوردم، اکنون شدم سوسیس و کالباس. دیدم که حکایت امامم بدجور شبیه حال عظماست. ایوالله انفاسکم. آقا جون اون بیت اولو بخونید، یکی دو بیت اولو بخونید. یک روز امام بی مروت با گریه و آه و اشک بسیار، صبحانه نخورده رفت کنجی تا صبح نشسته بود بیدار. تا صبح چرا؟ تا ظهر. خب شب خورده بود دیگه، صبح زده بود بالا. شب نگفت، یک روز اولم میگید، بعدم میگید صبحانه نخورده. صبحونه نخورده بود دیگه، شب زهر رو زده بود دیگه، تا صبح دل و روده‌ای واسش نمونده بود. حالا چه فرقی میکنه صبحانه نخورده باشه، نهار نخورده باشه، شب نخورده باشه، چه فرقی میکنه؟ یعنی صبحانه وقتی شما میگید و میگید یک روز، بنابراین آغاز ماجرا از یک روزه. بله. اگر میگفتید شام نخورده خوب بود تا صبح، اما صبحانه نخورده وقتی میره بیرون کنجی مینشینه تا صبح دیگه معنی نداره. بابا اسکل، اصل قضیه که این نبود که، اصل قضیه طرف زهر رو خورده راحل شده. حالا شما گیر دادی که شب خورده، ظهر خورده، صبح خورده. مثل همین الان داریم زیر تحریم له میشیم، بعد شما شب شعر گذاشتی. حالا بعد من بیام بگم چرا شب شعر گذاشتی، صبح شعر نذاشتی، صبح نذاشتی. حالا یکی چطوره به ای آن که به ته رسید کارت، در رفته ز شش جهت زوارت. خیلی خوب، روان، پرمغز و مفید. خیلی خوب. عباس آقای احمدی، آقای دکتر عباس احمدی هم از چهره‌های خوب طنز معاصر هستند. حالا باز نمونه دیگه از شعر طنز هم هست، اگر فرصت باشه بخونن، ولی این شعر اول طنز ماست. بنده مولا شدم تا به همه دین بفروشم، دو سه تا پک بزنم عمامه جین بفروشم. بنده مولا شدم تا خزر و ماهی و عمان، همه را یک دفعه به روسیه و چین بفروشم. درسته. همچو عظما سر منبر بروم، روزه بخوانم، عین و غین و الف و سین بفروشم. آفرین آفرین. خر عظما که کنون در گل تحریم تپیده، کارم این است که از بحر خرش زین بفروشم. آفرین آفرین آفرین. آقا جون اون بیت اول بخونید. بنده مولا شدم تا به همه دین بفروشم، دو سه تا پک بزنم. زدم. راست میگی ها، دو سه تا زدم. گرمم حالیم نیست، توپم. شما کی زدی؟ میگم یه کاری کنید سوتی ندیم 8 نفر آخرش. خلاصه یه نکته ای حضرت آقا. اینا سوتی نیست که. نه خب به هر حال این نکته ظریفی است، باید جمع ما خیلی حواسش جمع‌تر باشه. بابا خود مقام عظما حضرت سوته، بعد تو میخوای از ما سوتی بگیری؟ دستون درد نکنه انشاءالله، خدا صبرتون بده. خب حالا اگه موافق باشید یه خورده فضا رو به شعر غنایی متضمن کنیم تا چرت آقا هم متخلخل نشه. اگه حضرت آقا هم عنایت بفرمایند و ضرب رو بگیرن تا ما از ریتم نیفتیم که بسیار بسیار سپاسگزاریم. صدا رو چک کنم حضرت آقای مقام عظما. احسن. آماده؟ 1 2 3. سید علی جونی میدونم خوب میدونی که برجام ما رو کشته، مات نگاهت بسیجی و سپاهت
زیر آوار مشته تحریما کردن ما رو کلافه این شیخ حسن هم زیر لحافه هی شرکت ها لج میکنن شاسیمون رو کج میکنن تصمیم نمیگیری چرا یا که برو یا که بیا عقلامو رو بد نکن ما رو اذیت که ما طاقت نداریم توی خیابون سیاه کردن چشامون